تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهن جان دزفول که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژتاب نور مهربانیش. یه حسی که من توی اون محیط داشتم یه چیز عجیبی بود و زمانی که به هوش می اومدم، تو اون 3 باری که به هوش اومدم، من لغلقه زبونم بود، مرتب اینو تکرار میکردم و اینو با گوشت و خونم احساس میکردم. یک کلمه: محبت. یعنی اینو نمیتونم. چی بود این کلمه؟ محبت. این کلمه محبت رو میتونم بگم میشه وصفش کرد به این صورت که یک موجوده، یه چیزی بود که من با گوشت و خونم احساسش میکردم. حس که مثل بچه‌ای که تو آغوش مادرشه که تمام اون لحظاتی که داره توی بغل مادرش میگذرونه محبته. و با اینکه مثلا من تنها بودم، مثلا اونجا ایستاده بودم، کسی کنار من ایستاده بود، ولی تمام وجودم سرشار از این بود که داره به من محبت میشه و با گوشت و خونم این محبت رو احساس میکردم و وقتی به هوش می اومدم به کرات تکرار میکردم محبت کنید، هر کیو دیدید محبت کنید، به هر موجودی دیدید محبت کنید، به سنگ محبت کنید. نمیتونم وصفش کنم محبت رو. به سنگ، به هر شیء مادی، به هر چیزی که ما شاید اصلا به چشممون نیاد، نه که فقط موجودات زنده، غیر زنده، اینا همه دارن ذکر خدا رو میگن، همه وجود دارن و همه هدفمندن و همه دارن محبت میکنن و هر کسی داره به یک شکلی اون محبتش رو نشون میده. ما تو آغوش خداوندیم، به طور عجیبی تو آغوش خداوندیم. بدترین آدم ها تو آغوش خداوندن، بدترینی که از دید ما بدترینه تو آغوش خداوند. بی پولی و غربت و سرطان و شیمی درمانی اما در آغوش خدا هستن. رو من تجربه کردم با گوشت و خونم، توی زشترین شرایط، توی زیباترین شرایط، توی نافهمترین شرایط ما تو آغوش خداوندیم و لحظه‌ای ما رو رها نمی‌کنه مگر خودمون انگار بچه‌ای که دست مادرش گاز میگیره که فقط بتونه به دور بشه و داره یه آسیبی میبینه و دوباره اون مادر محبتش میکنه، بغلش میکنه و این من محبت رو احساس میکردم. و زمانی که این بیماری بر من غلبه کرد، من تمام حسابای بانکی من به یک دلایلی بسته بودن، بی پول، توی غربت، اصلا آماده بودم سفر، آماده نبودم، سرطان کل بدنم رو گرفته بود، کل وجودم نگران خانومم بودم، هیچی نداشتم. حالا میخوام یه چیزی بگم، خواستم بگم دیرتر بگم. اون نوزادی که تو بغل اون خانم بود من بودم.
کاملا به من الهام شد که من بود و خودم رو میدیدم که تو آغوششونم. نمیتونم بگم اون خانم کی بود، من خجالت میکشم بگم. من لیاقت ندارم که این رو به شما منتقل کردن؟ کاملا احساسش کردم. هیچ چیزی اونجا بیان نمیشه، هیچ چیزی گفته نمیشه، درک میشه. همه چیز به دل شما الهام میشه. و اینو احساس کردم که نه فقط من، هر کسی که حب این خانم تو دلش باشه قطعا این حب تبدیل اونجا میشه این که ازمون حمایت میکنه و تا آغوششونی مثل یک بچه. من حتی یه لیوانم آب که میخوردم با اینکه اسمم حسینه به جا بگم یا حسین، همیشه عادتم این بود که میگفتم یا بیبی فاطمه زهرا. و این برای من مسجل شد که همیشه از ما حمایت میشه و در پایان مثل مادری ما رو شفاعت میکنه. و این برای من نوعی نیست، این برای هر کسی که این عشق در دلش باشه این قطعا تبدیل به چنین چیزی میشه. آینده هر شخصی به طور کامل، این چیزی بود که اون خانمه به من نشون داد، آینده هر شخصی به طور کامل توسط خود اون شخص در یک عالمی اتفاق میفته. ولی به من نشون دادن سر یک نخی بودم که مثل یک مار بود، یعنی یک مثل تن مار و من روی اون قرار داشتم. میگفت هر حرکت اشتباهی که بکنی که با اون هدفی که از انسانیتت داری نخونه، چند فرسخ سر این مار میچرخه و آینده تو تغییر میکنه. چه خوب چه بد. ما اینو نشونت دادیم، به تو بستگی داره که سر این تیغه بمونی یا نه. و نازکی این تیغه به حد یک تارمو بود برای من، یعنی حس میکردم، ولی رفتارش مثل یک مار بود و میگفت این چنین آینده تو تغییر میکنه. یعنی یه راه مشخصی وجود داره، بله، اما رفتار شما اینو تغییر میده و فرسخ‌ها اون انتهای اون سرنوشت تو تغییر میکنه. یه راه جبری هست ولی شما اختیار دارین. هم جبره هم اختیار. بله. بعد من پرسیدم پس برای همه به چه صورته؟ به یک چیزی نشونم دادن که در ادامه اون سوالایی بود که بعدش عمیق‌تر میپرسیدم. شما تصور کنید یک درختی رو برعکس که خشک هیچ برگی نداره و تمام شاخه برگ شده و شاخه زده و خیلی پهنه، ولی در نهایت به یک ساقه ختم میشه. این چنین چیزی رو در هر شخصی من میدیدم، در تمام انسانان انگار وجود داشت. هر کسی برای خودش یک چنین سرنوشتی داشت که از شاخه‌های مختلفی که به اختیار خودشه ادامه پیدا میکرد، ولی به یک ساقه ختم میشد، به یک نهایت ختم میشد. و شما در بین اختیاراتتون، در بین یک اجبار این درخته بودید، انگار بین این تصمیمات بودید و در نهایت به یک چیزی ختم میشه، به یک نهایت غایی ختم میشه که بازم به انتخاب خودتونه. قشنگ چیزی که من احساس کردم، ما اومدیم اینجا که کامل بشیم و کاملتر از این دنیا بریم. یعنی اصلا این نیست که یک دنیا بازیه، اصلا این نیست که ما برای لذت اومدیم، اصلا این نیست که ما برای زجر کشیدن اومدیم. حتی نقاط زجر زندگیمون خودمون به اختیار خودمون انتخاب کردیم که اونجا صبرمون رو بکشیم بالا، اونجا غیرتمون رو بالا بکشیم، اونجا عشقمون رو بالا بکشیم، اونجا محبت بالا بکشیم. نقاط ضعفی که اونجا داریم و اینجا تقویت کنیم. باید خودمون رو بسازیم. یعنی باشگاهه، دقیقاً مزرعه است. یعنی من وجود مزرعه رو به صورت مثل یک درخت به من نشون دادن. اگر غفلت کنی سر هر تیکه مسیرت یک اتفاق افتاد، فرسخ‌ها سر این تغییر میکنه و سرنوشت رو تغییر میکنه. این به دنبال اون حرف میگم که اگر مرگی در سرنوشت کسی میدیدم که بچهش به صورت گناهی گرفتار میشه یا مرگی گرفتار میشه که زودرسه، میتونه اونو تغییر بده به اختیار خودش، به شرطی که باور کنه. یعنی اینجوری بگم خدمتتون، ما فکر میکنیم مثلا این مرگی که برای یک شخصی اتفاق میفته مثلا یک حادثه بوده یا به قول معروف دیگه عمرش طی شده، اتفاقی بوده. اصلا این چیزی وجود نداره.
ما یک بازیگریم توی فیلمنامه زندگی که خودمون نوشتیمش و این اختیاری که ازش صحبت میکنیم در دو جا اتفاق میفته. یک جایی که کل فیلمنامه زندگیمون رو نوشتیم و یک جایی که بازیگریش میکنیم که کجاهاشو بریم جلو. یعنی این درخت واژگونی که میدیدم که انگار ریشه هاش به این صورت بودن که به یک ساق ختم میشد، این در نهایتیه که خودمون انتخابش میکنیم و شکل حرکتمون به سمت اون ساق هم خودمون انتخاب میکردیم و این هم برای خودم اینو دیدم، هم برای تمام اشخاص اینو میدیدم. یه چیز مشترکی بود. در ادامه سوالایی که میپرسیدم در مورد آفرینش پرسیدم، اینکه آفرینش چیه و از کجا به وجود میاد و ما آخرین انسانیم، یعنی اشرفیم. اینو دیگه گفتم زمانی بود که من دیگه مشرف شده بودم که میتونم سوالای عمیق‌تری بپرسم و یک چیزی نشونم دادن. یه درختی به من نشون دادن و ظاهر شد، یعنی اصلا نه دو بعدی بود نه چیزی. یه درختی ظاهر شد با یه تنه خیلی قطوری ولی کوتاهی که شاخه‌های اون تمام اون محیطی که من توش بودم رو میپوشوند و سایه مینداخت و تنه این درخت، شما الان اینجا بگم خدمتتون که این درخت انگار شما یک بشقاب دارین برعکس تنه روی اون بود و ما توی اون بشقاب سوار بودیم، ولی ادامه تنه این درخت و ریشه‌هاش میرفت در انگار یک بشقاب دیگه‌ای که واژگون بود و اون این دنیا بود و اینا رو میدیدم که در کنار هم به واسطه این درخت روی یک آب جریان دارن و حرکت میکردن و میگفت این دنیا و اون دنیا، یعنی اون برزخی که من دیدم و این دنیا به موازات هم دارن حرکت میکنن و صرفاً به شکل یک چرخوندن گردن تو از این دنیا به این دنیا میتونی جابجا بشی. یعنی یک دنیای موازی با آخرت خودمون رو میدیدم و هر اتفاقی که میافتاد اصلا این نبود که تموم شه بره اونور، یعنی اعمال صالح ما ادامه داشتن، همزمان ادامه داشتن. یعنی اصلا این نبود که شما فکر کنید مثلا وارد اون محیط میشین دیگه نمیتونید برای بچه‌هاتون دعا نکنید. من اونجا دیدم دعا میکردن برای بچه‌هاشون که مثال زدم خدمتتون، یا میدیدم که کسی تو مثال میزنم اگه کسی درختی بکاره همزمان اون عمل نیک باهاش میمونه و این درخت اسمشو پرسیدم، اسم درخت آفرینش آوردن و به حد این درخت زیبا بود و دوباره در ادامه پرسیدم که پس این قرار ما از اینجا بریم و برزخ تموم بشه؟ گفت شما قرار تکامل پیدا کنید و عین کلام این بود که هیچ چیزی به پایان نمیرسه، هیچ چیزی اتمام و انتها نیست، همه چیز داره به تکامل میرسه، فقط کاملتر و کاملتر میشه، همه چیز داره زیباتر میشه، بنبستی نیست، هیچ بنبستی نیست. و به دنبال اون گفت نه شما اولینید نه آخرینید و بعد اشاره به آسمون کردن. آسمونی که میدیدن یک گردابه‌ای بود که میپیچید از یک نقطه فشرده میشد، دوباره یک گردابه دیگه به دنبالش بود و گفت به همین صورت دنیاها دنبال هم دارن به وجود میان و همین الانی که تو با من حرف میزنی دنیای دیگه هم خلق شد و موجود دیگه هم خلق و قبل از شما هم بودن و همیشه هستن و هیچ چیزی به اتمام نمیرسه و همه چیز در سمت تکامله، همه چیز در سمت بهتر شدنه و رمز این فقط محبت و از محبت خداوند همین جور خلق میشه
بی دلیل بی بهانه همین جوری خلق میشه و دنیا پشت دنیا داره خلق میشه. یعنی این تصویری بود که از عالم دیدم. هیچ یک چیزی یک هویی به وجود نمی اومد، از یک گردابه به وجود می اومد و در نهایت یک سری گردابه ها ختم می شد و این عالم ما بود و عالم های دیگه هم همینجوری به وجود می اومدن. یه سوالی که همیشه توی ذهنم بود، من اینو جرأت کردم پرسیدم، اینکه زمان چیه؟ و یک چیزی مثل یک تصویری به من نشون دادن که مثل یک صفحه بود، مثل میتونم بگم یک تیکه چوب، مثل یک صفحه که از یک سری نوارها تشکیل شده بود، از یک سری خطوط و از مجموعی اینا این صفحه تشکیل شده بود و ما رو نشون میداد که میگفت شما دارین سیر میکنین در یکی از این خطها و با شما کسان دیگه هستن که دارن این خطها رو سیر میکنن و تمام شما در یک صفحه قرار دارید. و جالب این بود که اینو برای من توضیح داد، یک صفحه روی اون دوره قرار گرفت و یعنی برای موجودات دیگه و کسان دیگه هم باز همین شرایط رو طی میکنن. یعنی برای انسان یک خط وجود داره ولی برای چیزهای دیگه خطوط دیگه وجود دارن و اینا رو هم مشرف بودن. این خطوط همینجور به ترتیب رو هم مشرف بودن و در نهایت صفحات روی هم مشرف بودن و گفت زمان برای شما این چنین طی میشه. و من اونجا به اندازه چیزی که دیدم مقداری تونستم درک کنم، نتونستم به طور کامل درک کنم که واقعا چه اتفاق افتاده. و باز از مشاهداتی که مثلا داشتم اونجا جایگاه نماز بود و نماز رو به این صورت میدیدم که از این بابت بود که مثلا یکی از آشنایانمون که خیلی من دوستش دارم، خیلی به من نزدیک بود، میدیدمش آدم خوبیه، خیلی آدم درستکاریه و نفسشو میدیدم، ولی نفسش وقتی اونجا برای من ظاهر میشد که میدیدم محدود در یک مکان بود و فقط میتونست اطراف نگاه کنه و گفتم مثل یک فیلم سینمایی بود که من توش همزمان هم میتونستم بازی هم کنم، یعنی توش دخالت هم کنم. و دلیلش که پرسیدن گفت نمازه. کسی که نماز نتونه بخونه و عبادت خودشو یا به صورت یک نماز یا یک چیزی نتونه نشون بده، حالا ریاضتی یا هر چیزی نتونه اونو انجام بده، نمیتونه طی کنه، نمیتونه طی تاریخ کنه، نمیتونه بیشتر ببینه و محدود بر مکان خودشه. و جایگاه نماز این چنینی به من نشون دادن که اون شخص یه فرد از آشنایان دیدین که فضای دسترسیش محدود بود با اینکه آدم خوب بود و مشکلش فقط این بود که نماز نمیخوند، بهش اعتقادی نداشت، ولی آدم بسیار درستکاری بود، بسیار نیت خوبی داشت، اصلا همه چیزش به قول معروف هم توی دنیا هم تو نفسش خوب بود، ولی چون نماز نمیخوند یعنی به هر کسی به هر حالت یک محدودیت داشت با کاری که نمیکرد. من پدر بزرگم و پدر مادرم و هیئت‌دار بود و من تو بچه که بودم وقتی 7 سالم بود تو هیئتش میرفتم و اونجا به یک شکل عجیبی دیدمش. قاری قرآن هم بود، قرآن بهش آویزون بود. یعنی وقتی ایشونو میدیدم جوان بود انگار لباسش از قرآن بود، انگار احساس میکنم از دستاش قرآن آویزونه، یعنی یک تمثیل به این صورتی میدیدم، پوششش از قرآن بود و زیبایی و شادابی و اینه که اصلا چیزی بود که واقعا غبطه میخوردم بهش. پدر بزرگ خودم به این صورت دیده بودم. من پدر بزرگم شاید 1 سال دیدم، 2 سال دیدم، خیلی تو بستر بیماری بود اون دوران آخر و خیلی من خاطرم نیست چون سنم خیلی پایین بوده، من 7 سالم بوده که دیدمشون و دیگه قبل از اون زیاد خاطرم نیست. یه چیزی که خیلی دیگه باز جالب بود این که رزق و روزی. من پرسیدم که
وضع مالی زندگی من مثلا به چه صورت میشه در نهایت، یا رزق روزی خواهرم به چه صورت بشه، چون یکی از سوالای خواهرای من بود. همون سالی که به شوخی به میپرسیدن. شوخی میپرسیدن که پولدار میشه ما مثلا، و من نشون دادن که برای تمام انسان ها، برای هر انسان، برای هر شخصی ساعت 4:30 صبح قبل از اذان صبح، قبل از اینکه آفتابی زده بشه، 2 ملک میدیدن با یک سبدی می اومدن پیش نفس اون شخص. میدیدین شما؟ من میدیدمش به صورت یک تصویر میدیدمش. خواهرم رو دیدم، گفت رزقت آوردیم، و نفسش به اونا میگفت برو 3 سال و 7 ماه و 3 هفته و چند ساعت و چند دقیقه دیگه بیا، من الان نمیخوامش. خب اونا میگفتن چرا نمیخواش؟ گفتمش حسین مال نمازمه، من صبح از وقت خواب میمونم، نمیتونم، سنگین میشم، یه روز میخونم ممکنه 5 روز نخونم، اونه. گفت آره زهرا تو اونو برداشت نمی کنی، تو اونو که اون رزق دم صبحته رو برداشت نمی کنی. و رزقمو نمیخوام به خاطری که پاک نیستم، چون کینه در دلمه نسبت به این شخص و این شخص و این شخص، من نمیبخشمشون. و ثابت و مشخص و زیاد هر روز ساعت 4:30 صبح طوری بود که من به همونی که هوش شدم به یکی از خواهرام گفتم که نخوابید، هر کاری میکنید ساعت 4:30 صبح نخوابید، منتظر باشین در خونتون 2 ملک میاد با یک سبدی از رزق روزی اون روزتون میاد. یعنی اگر کسی گله میکنه وضع مالی من مشکل داره یا درآمد من مشکل داره، خودشه، به نفس خودش رجوع کنه، چقدر خودش با خودش خالصه. اگر کسی بتونه خود واقعیشو بروز بده که با نفسش یکی باشه، طوری که اگر نفسش دیده بشه و خودش دیده بشه یکی باشن، اون موقع دیگه شکی نداشته باشه که رزق روزیش هم سر همون ساعت داده میشه. و این مستقیما من میدیدم که این 2 ملک با یک سبدی این رزقو به خونه می آوردن. میتونم بگم یکی از چیزهایی که مهمترین سوالی بود که پرسیدم این که گفتمش وظیفه انسان چیه؟ ما به عنوان یک موجود وظیفه ما چیه؟ گفت از طریق خودتون به یک خودشناسی باید برسین، به یک چیزی باید برسین که به 2 شخص خدمت کنید. شخص اولی که بهش خدمت میکنید خودتونید. تمام اون چیزی که از طریق کشف کردن خودتون به دست میارید صرف خودتون کنید. و دومین کس نزدیکترین کستونه، هر شیئی باشه، و با اون محبت کنید. وظیفه به طور کامل خلقت انسان به همینه. یه چیزی که من دیدم، یکی از آشنایان خودمون بودی آقای محسنی بود که تو بستر بیماری بود. ایشون مرحوم شدن؟ نه، زنده هستن. الان هستن. بله. چند روز پس از گفتن همین جمله در همین مصاحبه اتفاقی رخ داد که دوربین ها را برداشتیم و به منزل تجربه گر رفتیم. من زمانی که با آقای موضوع برنامه داشتیم ضبط می‌کردیم اصلا ایشون زنده بودن، هولوش فکر می‌کنم 10 روز پیش بود. تو برنامه ایشون هم گفتم که من شوهر خاله من به این شرایط 4 فصل دیگه فوت میکنن و ایشون هنوز زنده بود و الان دقیقاً این 4 فصلش رو طی شد. دیروز فوت کردن 19 اسفند. امروز هم که داریم صحبت می‌کنیم امروز 20 اسفنده، یعنی دیروز ایشون فوت شدن. نفسشو می‌دیدم و نفسش صادقانه با من حرف میزد، با اینکه یک تصویر 2 بعدی بود. انگار من دارم با یک فیلمی که داره پخش میشه و یه موضوعی داره اتفاق میفته، ولی میستاد با من حرف میزد. من اونجا گفتم به اون صورت تصویر شوهر خاله‌مو دیدم، با من حرف زد، نفسشو دیدم. با سالها داشت درد میکشید و عذاب میکشید. پرسیدمش که چرا انقدر درد و عذاب میکشید، چرا انقدر داری زجر میکشید؟ به من گفت چرا عذاب میکشم؟ گفت من قراره 4 فصل دیگه من بمیرم و آماده مرگم و قراره الان خودم انتخاب کردم در دوران پایان عمرم نهایت بیماری رو بکشم تا پاک بشم، تا با پاکی از این دنیا برم.
و بعدش خودش به من گفت که چه گناهانی مرتکب شده. وقتی اون اشتباهات رو برای من توضیح میداد تصویرشون رو میدیدم، یعنی دقیقاً اون عملی که انجام میداد رو به چشم میدیدم. خب و بعد میگفتمش خب چرا؟ گفت من اومدم پاک بشم، پس اینقدر درد میکشم در این دنیا تو پاک شده از این دنیا برم، میخوام وارد جای خوبی بشم. کسانی که مثلا ایشونو میشناسن، کسی که مکه مرتب میره اصلا امکان نداره مهمونی بره دست خالی بره و تمام وجودش خیراته، یعنی جز خوبی از این آقا چیزی شما نشنیدین. میگن از بچگی که یتیم من بوده انسان خوبی بوده تا پیری، ولی نفسش در حقیقت داشت به من اینو میگفت که من میدونم چی بودم و میدونم چه عاقبتی دارم، ولی باید پاک بشم برم. پارسال این موقع من نفس ایشونو دیدم و به من تاریخ افتاد و به این نشون بود که من زمانی که به هوش اومدم به خواهرم که عروسشونه گفتم بهش بگین و ایشون به من گفت، خواهر من، که من بهش گفتم و گفت قبول دارم. اون چیزی که الان که دارم درد و عذاب میکشم خودم خواستم، یعنی به نیت خودم بوده که دوست داشتم پاک بشم از این دنیا برم و ایشون اینقدر کارهای خوب انجام داده بود که انگار این یه قفلی توی زندگیش بود و باعث یک جوری پاک میشد که از این دنیا بره و تنها راه حلش همین بود. من به این صورت زمان رو دیده بودم، این چیزی به اسم زمان رو نمیدیدم که شما فکر کنید که مثلا یه عدد به من میگن. من این آقا رو میدیدم و بعد یک پشت زمینی از ایشون میدیدم مثل یک خورشیدی که بالا پایین میرفت، یک منظری که پشتش طی میشد و زمستان میشد و تابستان میشد و بهار میشد و میدونستم فصلی داره پشت سر ایشون طی میشه، مثل یک گردونی بود و 4 بار پشت سر ایشون طی شد. یعنی من 1 سال کامل یا 4 فصل پشت سر ایشون دیدم طی شد و دقیقاً 4 فصل بعدش هم فوت میکنه. خود امروز وقت به من خبرش رسید که فوت شدن ایشون. اسفند پارسال دقیقاً تاریخی که من به هوش اومدم بهش گفتم مثل چنین روزی 4 فصل دیگه فوت میکنم. الان که من بهش گفتم تو گروه‌های حال خانوادگی بین خواهران، دیدید حسین گفت دقیقاً 4 فصل دیگه تو این تاریخ فوت میکنه؟ دیدین مثلا الان به این همشون به این باور رسیدن که واقعیت داشته اون چیزی که من گفتم. بعد خب ما همش سوالی مختلف میپرسیم، سوالی دنیوی میپرسیدیم. میگفت نه چقدر تو مادیاتین، از اینا در بیاین بالاتر، از مادیات در بیاین، بریم تو معنویات، اینا رو بپرسین که من بهتون جواب بدم. من 3 روز وقت دارم، من 3 روز میبینم. بعد من خیلی باش کلنجا میرفتم، میخواستم ببینم داره راست میگه، داره خواب میبینه، شاید توهمه، شاید چون داروی خیلی سنگینی مصرف میکنه. گفتم شاید تو توهمه. بهش گفتم حسی مثلا کسی میبینی؟ گفت آره. گفتمش مرده ها رو میبینی؟ گفت مرده ها، من زنده ها رو دارم میبینم، من اینجا کسایی زنده میبینم که قراره بمیرن. من عمو رو دیدم اینجا، من خالم رو دیدم، خاله من چند سال پیش فوت شده. من اشخاصی رو دیدم که اصلا روزی بهشون فکر نکردم، کسایی که فوت شده بودن که اصلا روزی حسین تو خیالش نبود که اینا فوت شدن، چطور مردن و اینا. بعد بهش گفتم کیو دیدی؟ گفت شوهر خاله رو من دیدم اونجا. گفتم شوهر خاله که زنده است هنوز؟ گفت من دارم الان اونجا میبینم. گفتمش چطور میبینیش؟ گفت که مثل یه حالتی که من حالت عدد بالا سرش ببینم یا مثل حالت تلپاتی بفهمم چند سال دیگه زنده است. متوجه شدم این 4 فصل دیگه زنده است. بهش گفتم عمو تو میخوای هنوز بمونی اینجا، من زودتر میمیرم یا تو زودتر میمیری؟ گفت نه عمو تو زنده ای، من 4 فصل دیگه اینجا. بهش گفته پس چرا دلت میخواد فوت کنی یا بمیری؟ که بهش گفته بود من قرار 4 فصل اینجا باشم تا درد دنیوی رو بکشم، من باید اینجا انقدر بیماری رو به تنم بخرم تا پاک بشم. خیلی آدم پاکی هم هست، پاکی بود، خیلی آدم درستی بود، خیلی اهل نماز و دعا و مکه و خلاص خیرات، خیلی مسجد ساخت. 7 اسفند هم در برنامه شما حضور پیدا کردم و قبل از اینکه اصلا اتفاقات بیفته من اعلام کردم که ایشون 4 فصل دیگه فوت میکنن. بعد حالا گفتم به خاطر شرایط برنامه بهتر تاریخ نگین شما و متاسفانه اتفاق هم افتاد. دقیقاً 4 فصل بعد از اون جریان که برای من رخ داده بود اتفاق افتاد. من یه صحنه دیدم از باز مثل تصویری از نفس ها که انگار میخواستن به من نشون بدن که نفس ها با ظاهری که انجام میدن
نمیخونه. یعنی گروهی میدیدم که برای من دعا میخوندن و ادعیه میگرفتن، ولی غمگین بودن و ناامید بودن از این که من برگردم و خیلی نزدیکم بودن به من و من قلباشون رو سیاه میدیدم، ناامیدی رو تو قلباشون به صورت سیاه، یعنی وجودشون رو میدیدم با اینکه داشتن دعا میخوندن ولی از وجودشون تاریک بود، یعنی ناامیدی بود. به من فهمونده شد که دعایی یا نمازی که تویش استرس باشه یا مثلا ناامیدی باشه یا باوری به اون نداشته باشیم که یقینی وجود داره که قطعا خداوند اگر به او توکل کنیم کاری را انجام خواهد داد و با شک این کار رو بکنیم و این شک چه بسا سوزاندن کل اون عمله. اعتماد به خدا نداشتن، قطعا اعتماد به خدا. و باز اینو یک پرانتز بزنم، در تمام میتونم بگم یک مصیبتی که تمام بشر من توش احساس میکردم، یعنی وقتی میتونم بگم نفس ها رو به صورت موریانه مثل ریز میدیدم، وقتی اینو از پرسیدم که پس همه چجورن، انگار پس اگر این گروه به این صورتن پس همه مردم دنیا به چه صورتن؟ گفتن به من جوری فهمونده شد که همه در یک مصیبت مشترکن، همه مردم دچار بیماری شک هستن. شک بیماری شک به خودشون، شک به خدا، شک به عالم آخرت، شک به قلبشون، شک به این که میتونن نفسشون رو با واقعیت برونشون رو یکی بکنن و هیچ اتفاقی نمیافته، شک به این که به خدا اعتماد کنن و یک بیماری این که باور کنید خدا هست، این که باور کنید عالم غیب هست، این که باور کنید ادامه زندگی هست. دقیقاً این درمان بیماری شکه. دقیقاً درسته؟ ببینید من شک رو یه جوری مثل یک ویروس مثل کرونا دیدین چجوریه؟ در تمام آدما ریشه میدیدم زده. یعنی میتونم بگم چه آدمای خوب، چه آدمای بد، چه اون ور آب، چه این ور آب. حالا با جزئیاتی که من دیدم که حالا تو برنامه نمیشه گفت، شک بیداد میکرد. یعنی یه چیز مشترکی بین همه بود. مصری‌ترین بیماری که به صورت گناه حالا شاید گفته بشه که شک داشتن و همه شک به خداوند داشتن. چه کسی که نماز میخون، من اینو میگم، حالا انشاءالله مادر منو ببخشه، مادرم منو میدیدمش که نماز برام میخونه و رو به خدا میکرد، دعا میخوند و گریه میکرد. یه تناقضی در مادرم میدیدم، از دهنش مثل رنگین کمان، مثل گل میومد بیرون، مثل یک نور از دهنش میاد بیرون وقتی دعا میکرد و گریه میکرد، ولی از تو قلبش سیاهی میومد. ناامید تو دلش امید نداشت به دعای خودش، یعنی خنثی میکردن همدیگه رو. چه عجیب. نور، دعا مثل نور رنگین کمان. دقیقاً. ناامیدی تاریکی. یعنی دعایی که با قلب شما نخونه و شک به دنبالش باشه خنثاست انگار. و اینو من در مادر خودم دیدم که گریه میکرد، با زاری میکرد در مقابل خداوند، ولی یأس داشت، میگفت امید دارم، ولی امیدش از دست داده بود که من زندگی حنجره پرنور، قلبش تاریک، حنجره تاریک. بله. بهش هم گفتم. ولی پدرم اینجور نبود. پدرم شاید از سادگیش بود، یعنی نفس پدرم رو که میدیدم، همیشه به خانومم میگم به حدی نورانی بود وجودش، چون همه چیز از اون قلبه می اومد، انگار اون سیاهی و اون زشتی ها از قلب می اومد و کل بدنم می پوشوند و کسانی که قلبشون نور می اومد بیرون کل وجودشون نورانی می کرد و من به اصطلاح به خانم می گفتم جایگاهشون بالاست، ولی جایگاه رو کسی رو به صورت نور می دیدم. یعنی پدرم رو وقتی می خواستم ببینم به حدی نورانی می دیدمش که اصلا شف میکردم. دعا که میخوند با قلبش میخوند، یعنی امیدوار بود به اینکه خدا میپذیره. دو شخص اونجا بسیار پرنور و عجیب روی من تاثیرگذار بودن. دو شخص امید وحشتناکی داشتن. یکی پدرم بود، امید وحشتناکی به زنده بودن من داشتن، یعنی که برمیگردم و دعا که میکردن با امید دعا میکردن، نه با یأس. اولین کسی که بود
پدرم بود و از اون بالاتر خانمم بود. دعا که میکرد، وقتی حضرت فاطمه رو صدا میکرد، من میشنیدم، از نفسش که میشنیدم. و همسرم بهار به حدی نورانی بود که صورتشو نمیدیدم و وقتی میخواستم یقین کامل دعا میکرد. وقتی میخواستم وصفش کنم بهش گفتم بهاره نمیتونم وصفت کنم، تو صادق ترین کسی بودی که تا حالا من دیدم. کاملا باور داشت و دعا میکرد. دعایی که میکرد کل وجودش امید بود و امیدش کل وجودش باور بود و یقین بود و می جنگید با اون شرایطی که من داشتم حالا توی چیز. ولی من نفسش رو که می دیدم گفتنش بهاره، از بین کل کسایی که به اختیار خودم نفساشون رو می دیدم، تو انقدر نورانی که نمیتونم وصفت کنم. و تو هوشیاری بهش میگفتم. کسانی که برای شما دعا میکردن هرچه امیدوارانه تر دعا میکردن، بله. نورانی تر بود. و این امید و این باوری که در قلبشون بود باید با کل وجودشون باور داشته باشن. صداهایی که من اونجا میشنیدم گفتم مثل یک آوای مرتب اونجا انگار مثل ضبط صوتی پخش میشد، یک نوایی بود، انگار یک نفر میخوند و خیلی آرامش بخش بود. و وقتی هم احساس میکردم کسی با من صحبت میکنه، حس میکردم رنگ به سمت من میاد، مثل نمیتونم بگم رنگین کمون، ولی احساس میکردم چیزهای زیبایی مثل گل، مثل رنگ، اینجوری بود. یعنی مثل یک موجی که به سمت ما می اومد، به این صورت بود. من به دنبال اون کلمه محبت اینو اضافه میکنم که محبت چه جایگاهی داره. من شفا پیدا کردم نه به خاطر اعمال خودم یا کارهای خودم، به خاطر گذشته اعمال مادر خانومم. به من نشون دادن، گفتم خدمتتون، فقط اون خانم با من صحبت میکرد، گفت حسین، تو همه رو به اسم کوچیک صدا میکرد، میگفت حسین تو شفا پیدا کردی و تاریخ مرگ تغییر پیدا کرد. همون خانومی که گفتم یک بچه‌ای بغلش بود که کنار جوی نشسته بود، مثل یک پرده جلوی من ظاهر شد و مادر خانومم رو دیدم که داخل حموم نشسته و زبون بسته روی دو پا اینطور خم شده، یه سپایی بود، یه شلنگی داشت لباس عروس رو تو این سرما با دستش میشست. حالا چی بود داستان؟ این که لباس عروس کرایه میدادن تو اون شهری که بود، شهر شوش بود، یه شهر خیلی سطح بالایی نبود، ولی لباس عروس کرایه میدادن، خانم کیوان. و لباس ها وقتی می اومد نمیدادن خوش، اون چیزی نه، چنین امکاناتی نبود و با دستش لباس ها رو میشست، تمیز میکرد که عروس خانومی که اینو میبره برای مراسمش یک لباس مرتب و تمیز و شسته داشته باشه. ایشون کارشون لباس عروس بود؟ بله، کارشون این بود که لباس عروس کرایه میدادن، مزون و مثل مزون و این چیزا رو آماده میکردن و به من نشون دادن به حرمت این، دقیقا عین کلمش، به حرمت دستای این خانم تو شفا پیدا کردی. مگه این لباس عروسا رو هدیه میدادن اجارهشو؟ نه، به این صورت بود که یک لباس عروس رو مثلا کرایه میدادن. شغلشون بود؟ شغلشون این بود. کار خیر بود؟ نه، شغلشون این بود. ولی کوچکترین محبتی که اتفاق افتاده، این که این لباس رو میشست و تحویل نفر بعدی میداد، این محبت اون دلیلی برای این شده بود که منو شفا بدن. این برای من تجلی شد که اگر شما یک کار نیک میکنید، به هر دلیلی، همسایه شما رو خدا کمک میکنه، فامیل دور شما رو شفاعت میکنه، کمکش میکنه. چرا؟ یعنی ایشون در همون کاری که انجام میدادن
مهرورزی داشتن و بله. با عشق و با محبت و کارشون این کار خوب می‌کرد. انجام میداد. توی سرما توی تشت نشسته بود و داشت با اینا رو میشست و در عوض این کار خیر او به من شفا دادن. دامادش رو شفا دادن. دامادش رو شفا دادن. با ایشون مطرح کردین؟ باشون مطرح کردم، حتی گفتمش به این نشون که من سرامیکایی توی حمومتو میتونم رنگشو بهت بگم. گفتین؟ و گفتم بله. تایید گفتم کرد؟ قهوه‌ای رنگ بله. و با قبول کرد. گفتم حتی شما یه سپاهی فلزی داشتید اینجوری بودی، اینجور میشستی و این کارو میکردی و اینقدر این کارو کردی تو دستاش یه بیماری گرفت که مجبور به جراحی دستاش شده بود. از که بس اون زمانی رو که شما دیدین شما 4 ساله بودین نه؟ من خیلی بچه بودم. بله. مثلا خب من نمیدونم اصلا چه چیزی. شما میفرمایید 34 سالتونه و 30 سال پیش میشه. تقریبا شاید 30 سال پیش بوده. بله. حدوداً جوان بود. اصلا من خانومه که دیده بودم جوان بود، داشت این کارو میکرد. این خدا دنبال بهانه‌ای بود که منو شفا بده. واقعا همیشه هم دستمون موقعی که شنیدیم رو به آسمون بود. سر نماز خود صبح زود که از خواب بیدار می شدم، موقعی که شب یا مخصوصا غروب هنگام اذان، ظهر هنگام اذان، الان هم عادت رو دارم فقط و فقط دعا میکنم برای تمام ملت ایران، برای تمام مردم، مخصوصا بیمارا که میگمش خداوندا انشالله همه رو شفا بدی. بعد از بهبودی آقا حسین الحمدلله که دیگه شکر خدا حالش خوب شده بود، از خود کرج که زندگی میکردن برگشتن، یه روز اومدن پیشمون دسپول. موقعی که دیدمشون خب خیلی 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 واقعا خوشحال شدم. احساس میکردم یک هدیه بسیار 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 بزرگ الا خداوند به من داده. برام نشست صحبت کرد، گفت مامان میخوام یه چیزی براتون بگم. گفتم بفرما عزیزم هرچی دلت میخواد. گفت که من تو موقعی که تو حالت رویا بودم چیز به چشم خودم دیدم، انگاری نشستین دارین یه چند تا لباس عروس رو آماده میکنین، بعد خیلی چیز همه رو مرتب دارین میکنین. گفتم ماما اینا برای کیان؟ گفتی برای چند تا عروسن، باید اینا رو فردا بدم به یه چند تا عروس که به امید خدا دلشون شاد بشه و ازدواج کنن با هم دیگه، چون الان بهترین شبیه که تو عمرشون دارن. منم خب گفتمش از کجا اینو خبردار شدی؟ هیچ وقت ما در این مورد با کسی حرف نزدیم. کار خیلی که تو زندگیمون انجام دادیم، هم خودم هم شوهرم، هیچ وقت از نکات ریز زندگیمون به کسی نگفتیم، چون ما پیش خودمون عقیدمون این هستش که آدم اگه کار خیلی انجام میده نباید بازگوش بکنه. گفت که کامل اینا رو دیدم و واقعا مدیون شما هستم. گفتمش عزیزم مدیون خداوندیم هممون. گفت درسته البته، اما مدیون کارهای خیلی هم که شما انجام دادی. به هم قشنگ نشون داده شد. یکی انگار به هم میگفت ببین این کارا رو انجام داره میده، اینا رو انجام داده، اینا دعا رو کرده، حالا همه اینا برگشته آقا حسین حالت خوب میشه. گفت اون موقع بود که بیشتر هم امیدوار شدم به زندگی و واقعا امید پیدا کردم که دارم خوب میشم. ببین بعضی وقتا بعضی از حرفا مشخصه که طرف داره بابت دارو توهم میزنه، خب ولی بعضی وقتا یه نشونه هایی میده، یه حرفایی میزنه و حس عجیبیه. یعنی زمانی که داره یه صحبت هایی میکنه که حقیقت داره، انگار تو توی دلت واقعا اونو قلبا باور میکنی و واقعا بهت نشونه میده ها. یعنی یه چیزی نیست که بگی مثلا یه چیزی میگه مثل یه داستان و تو قرار اونو باور، نه اینجوری نیست. مثلا به من میگفت که بهاره به من گفتن تو به خاطر دسته مامان من شفاعت شدی. حسین میدونست که مامان من مزون عروس داره. خب زمانی که ما شوش زندگی میکردیم حسین اینا هم شوش زندگی میکردن. زمانی که من مامانم مزونو داشت یا مثلا فروشگاه پوشاک و آرایش بهداشتی داشت، خواهرش و مامانش یکی از مشتریای ما بودن و دوست چندین ساله بودن، غریبه نبود. ولی اینکه
چه جزئیاتی در مورد اون مزون، چه جزئیاتی در مورد زندگی شخصیمون نداشت و من چون در مورد میتونم بگم حرف 20-30 سال پیشه، اصلا مسئلهش پیش نیومده بود، چیزی نبود که بخوام بگم یه حرفیه که روزمره اتفاق میفته توی خاطرات حتی بهش بخوام بپردازم، اینجوری نبود. به خاطر همین خیلی تعجب کردم که این چیزا رو داره از کجا میگه. میگفت مامان تو نشسته و یه سپایه، قدیما یه سپایه فلزی بود، آهنی بود و شلنگو توی اون میذاشتن. خب میگفت نشسته و خودش داره لباس عروسا رو میشوره. بعد مامان من از بس این کارو میکرد چند سال پیش دستاش عصبشون مشکل پیدا کرد و جفت مچ دستشون عمل کردن چون دیگه حس نداشتن. بهم میگفت که کاشیای توی حمام خونتون چه رنگه. حتی میگفت که اون لگنی که مامانت داره توش لباس عروس. من خیلی بچه بودم اون زمان، یعنی میتونم بگم حدود مثلا ممکنه 5-6 سالم بوده. یه خاطره های محوی ازش توی ذهنم هست ولی اینکه بخوام دقیق توی ذهنم باشه نه. در دستبندی علت شفای افراد کمایی، بنده در این چند دهه‌ای که این موضوع رو پیگیری کردم به 6 دستبندی رسیدم. علت شفای افرادی که در حالت احتضار هستن. از این 6 دسته چند تاشو میخوام عرض کنم. یکی به خاطر پدر و مادر. پدر و مادر یا کار خیر داشتن یا دعا کردن یا به هر علتی، به خاطر اونها هست که فرد محتضر رو شفا میدن. یکی دیگه دعای دیگران یا کار خیری که دیگران انجام دادن و ارتباطی با این تجربه گر دارن. یکی دیگه نیاکان، حتی چند نسل قبل، کسی که به رحمت خدا رفته و نزد خدا آبرومنده، به خاطر او، به خاطر خواسته او یا به حرمت او این اتفاق میفته. دستبندی های دیگری هم وجود داره که تا الان که سال 1402 هست بنده تونستم اینها رو در 6 دسته مختلف دستبندی کنم. ببینید من حالا به خاطرش هم شرایط کاریم و تحصیلیم هیچ قبلا اعتقادی به این چیزا نبوده و یعنی به خوابم هیچ اعتقادی نداشتم. گفتم تاثیراتیه که آدم تو بیداری تجربه میکنه. شما قبلا اعتقاد نداشتین به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. عزمم راسخ بود که اینو وهمه. هم بخاطر که تو کار پژوهش بودم و به خصوص بعد از اینکه ادامه تحصیل توی ارشد تو فیزیک دادم دیگه همه چیز شد مشاهده و یقین و علم هم چیزی که باید به تکرار بشه. محسوسات و ملموسات و دقیقاً. و چیزی که جالب بود برام تو اون دورانی هم که من بیهوش میشدم و وارد اون عالم میشدم و به هوش می اومدم بعد از مثلا 10 روز 15 روز که برای من یک روز طی میشد، انگار اونجا برای من یقین میشد که به کرات اتفاق میافتاد و به من میگفتن 3 روز مهلت داری و روز دوم گفتن 2 روز مهلت داری و روز سوم گفتن تو امروز آخرین روزته و دوباره به هوش می اومدم و اونجا یقین پیدا کردم یک خواب نمیتونه به این صورت باشه که به شما عدد بدن و دقیقاً پشت سر هم باشن اتفاقات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمد تمدن رستگار هستم. در سالهای 58 تا سال 1361 دبیر تعلیمات دینی در دانشگاه، از سال 1371 تا سال 1391 مشغول تدریس به انترن‌ها، استاجرها، رزیدنت‌های مختلف دانشکده پزشکی و رزیدنت‌های بیهوشی بودم. الانم که بازنشست شدم در سن 61 سالگی، مدت 8 سالی هستش که در آی‌سی‌یوهای مختلف بیمارستان‌ها مشغول کار هستم. شماره نظام پزشکی من 307 هستش. در ارتباط با اینکه این چیزی که دیده شده خیال، توهم یا اینکه امواج مغزی بوده، قبولش خب خیلی مشکل هستش. علمم اینو نمیتونه ثابت بکنه، ولی خب بایستی فرد تو بطن کار قرار بگیره، ببینه که چه چیزی هستش تا بخواد به دیگران انتقال بده و دیگران هم وقتی که گوش میکنن اون چنان باورشون نمیشه که همچین با حالت ناباوری این رو صحبت میکنن. کسی که نابینایی داره چیزهایی رو میبینه که بینایی نداره، یا کسی که شنوایی نداره چیزهایی رو میشنوه که شنوایی اون رو نداره، ولی واقعیت اون رو درک میکنه و بیان میکنه. من توی این دنیا از بچگی تا الان توی این 31 سال نشنیدم، ولی چشم با چشم دیدم. توی اون دنیا میشنیدی؟ توی اون دنیا شما میشنیدی؟ کسی که در حالت اغما و کما هستش، GCS مریض 3 هست، 3 از 15، یعنی هم از نظر بینایی، هم از نظر شنوایی، هم از نظر حرکت و هم از نظر پاسخ هیچ جوابی به شما نداره. در حالی که ما در برنامه‌های دیگه‌ای که پخش شده مشاهده کردیم که این افراد جاهایی رفتن، چیزهایی دیدن، تجربه‌هایی دیدن که تایید شده اون چیزی رو که دیدن و اون چیزهایی رو که در عالم اون دنیا بوده، و یا اینکه مرگ و میرهایی رو که حول و حوششون بوده با وجودی که در حالت اغما بودن خیلی خوب بیان کردن که در کنار من این اتفاقات در بیمارستان رخ داده. من به عنوان متخصص بیهوشی الان نزدیک 40 سالی هست که مرتب مریض هایی رو که در آستانه مرگ هستن، مریض هایی رو که ایست قلبی میکنن احیا کردم، ماساژ قلب دادم و اینها موقعی که بعضیشون نجات پیدا کردن صحبت هایی کردن که برای خودم من هم تعجب آور بوده. بیمارانی رو که احیا میکردم از ایست قلبی، تنفسی، اینها زندگی پیدا میکردن و صحبت میکردن، میگفتن که ما بالا سر جسممون بودیم که شما داشتید احیا میکردید، یا اینکه بالا سرمون بودیم که شما داشتید شوک الکتریکی به هم میدادین. برام باورش مقداری مشکل بودش، ولی وقتی که این تجربه برای خودم اتفاق افتاد، حتی از این دنیا واقعیتش برای من مسجلتر بودش و لحظه به لحظه اتفاقاتی رو که افتاده، اگرچه الان 11 سال از اون میگذره، از ذهنم هیچ کدومش ذره‌ای پاک نمیشه. توهم طوری هستش که به صورت سطحی هستش، شما یه چیزی میبینی و رد میشه و میره، در صورتی که این چیزی که من دیدم اول، آخر، وسط همه چی رو داره و در ضمن حس من حسی بودش که از این دنیا هم اون رو بالاتر احساس میکنم. قبل از تجربه‌ام، اگرچه من خودم دبیر تعلیمات دینی و بینش اسلامی تدریس میکردم و مربی تربیتی بچه‌ها در زمینه اسلامی بودم، عقیده متوسطی داشتم، نه اونچنان شدید بود و نه اونچنان خفیف بود. آموزش پرورش منطقه 2 و 5 رفتم، در امتحان اونا شرکت کردم، امتحان مسائل دینی و مذهبی و مصاحبه و تحقیقات محلی و اینا بود. مسجد محل که بودش میرفتم اونجا، حتی مسجدم که میرفتیم اونجا یه تظاهر میکردیم که این کار هستش که برای اینکه اون پیش نمازه اون روحانیه ما رو ببینه و بعد برامون یه گواهی بنویسه، یعنی همش یه تظاهر بودش توی این مدت. کافی بودش که انجمن اسلامی برگرده بگه که فلان کس
نماز نمیخونده، خیلی راحت پروندهش رو به خاطر اینکه شلوار لی داشت یا اینکه میگفتن که این همچین جنبه مذهبی نشه، دانشجویی که توی رشته پزشکی دانش آموز با نمره خیلی بالا آمده بود میذاشتنش کنار که ما اینو نمیخوایم که هستشون. و از طرف دیگه تو اونجا که بودیم، حالا چند بارم ما رو به عنوان پیش نماز اونجا که بودش انتخاب کردن و رفتیم خلاصه نماز خوندیم و بقیه هم پشت سر ما داشتن نماز میخوندن و اینا. حتی موقعی که به عنوان پیش نماز بودم و خم و راست میشدم میگفتم نکنه اینا همش دروغه. توی دبیرستان نماز میخوندید، منزلم میخوندید؟ واقعیتش گهگاه میخوندم. خانومم توی اتاق بغلی که بود مرتب هی داشت نماز میخوند و هی داشت دعا میکرد و یادم داشت سوره قدر رو میخوندش. صداش میامد و من با ایشون صحبت نکردم، ولی پیش خودم برگشتم گفتم که لحظم گرفته بود، هی با خودم میگفتم که بخون هیچ که اتفاق نمیفته، بخون هیچ که اتفاق نمیفته، بخون هیچ که اتفاق. نمیدونم اصلا چجور این کلمات اومد، اصلا تو فکرم نبود. خاطره من یک مقدار خیلی کمی بودش. مهم این بودش که تغییر و تحول خیلی زیادی بعد از اینکه قلب من شروع کرد به تپش و به این دنیا برگشتم در من ایجاد شدش. فردی که اونچنان به مسائل دینی و مذهبی عقیده زیادی نداشتش، شما حساب کنید که بعد از 20 سال شروع کردم به نماز خوندن، رفتم به اماکن مختلف مذهبی و بعد از یک هفته به خاطر اینکه مسئله من در ارتباط با دعایی بودش که برام انجام دادم و برگشتم به این دنیا، رفتم به کربلا. مسلماً این تغییر و تحولی که اینقدر شدید هستش، فرد بایستی باور بکنه که چیزی واقعی رخ داده که بخواد محل خودش رو ترک بکنه، عادات قبلی خودش رو عوض بکنه، بعد شروع کنه برای اون دنیا، به فکر اون دنیا دعا کردن، نماز خوندن، روزه گرفتن، مرتب قرآن خوندن. مسلماً تغییر چشمگیری تو من ایجاد شدش. گاهی افرادی رو میبینیم که فکر میکنن کسی که محتضر بوده از بدن موقت فاصله گرفته و برگشته، حالا این فرد مقدسه یا بیگناهه یا اینکه توانمندی های خاصی داره، حالا میتونه فکرخوانی کنه، دورخوانی کنه، پشت دیوار رو ببینه، یا به هر حال یک اشتباهاتی، برداشت‌های اشتباهی دارن از این موضوعات. الان شما درباره خودتون بفرمایید، آیا شما همچنان ارتباطی دارید و مشاهدات و ادراکاتی دارید از عالم دیده ناشدنی؟ آیا بعد از اون قضیه دیگه گناهی مرتکب نشدید؟ کاملا معصوم و پاک و بدون لغزش هستید؟ بفرمایید. ببینید این که ما گناه میکنیم یعنی غیر ممکنه، من قطعا لغزش داشتم، ولی از یک چیز دیگه خیالم خیلی راحته و معجزه‌ای که برای من اتفاق افتاد، این معجزه‌ای که من میتونم انجامشم بدم. من تو آغوش خودم، نه من، شما هم در آغوش خدایی، و اینو اگر بتونیم درک کنیم با تمام وجودمون، از هیچی نمیترسیم، از هیچی نگران نمیشیم. و من فکر میکنم معجزه زندگی من اینه که من خودم رو توی آغوش خداوند میبینم. ترس و نگرانی از شما دور شده؟ هیچ ناامیدی، هیچ نگرانی، هیچ ترسی از مرگ، هیچ ترسی از عاقبت، نه خودم، نه اطرافیانم، نه مرگ عزیزانم. اصلا وقتی میگن مثلا پدرت فوت کرد چه حسی داری؟ از این دنیا به دنیایی میره، به راحتی چرخوندن یک گردن. اینو نه به این صورت میگم که از ته دلم ولی پر از استرسم، نگرانیم، نه، من کاملا باور دارم در آغوششم
و هر اتفاقی که میخواد بیفته، چون تو آغوششم. کی میتونه به من آسیب بزنه؟ خب در مورد اینکه همچنان اون تجربه خروج از بدن و ارتباط و ادراکاتی که هست دیگه آیا قطع شده، ادامه داره؟ چون بعضی این اشتباه رو مرتکب میشن. و دفعه سومی که این اتفاق برای من تو اون حالات افتاد که به من گفتن تو شفا پیدا کردی و به زندگیت ادامه بده تا اون تاریخ معین، برای بار 4 با خاطر شرایط باز احتضاری که من داشتم از جسمم جدا می شدم، ولی دیگه وارد اون محیط نمی شدم و در محیط بیمارستان طی می کردم، وارد اجساد می شدم، بالا سر بیمارستان می ایستادم فقط برای 1 یا 2 بار و دیگه نتونستم و دوباره یواش یواش همه چیز این دنیا برای من واقعی تر شد و هوشیاری من کامل تر شد و متوجه شدم که بر من 45 روز در بیمارستان طی شده، در صورتی که 3 روز برای من در اون عالم طی شده بود و دیگه اون اتفاق برای من نیفتاد. نه دیگه این اتفاق نیفتاد و غبار جسم، غبار ماده دوباره حجاب شد. از درد و تلخی و درمانهای سخت شروع شد روایت شما و کلام رسید به امید، امیدواری و روشنایی. در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سفید است. ما هم در اینجا رسیدیم به صبح و باز صبح و باز سوگند به تنفس صبح. خدا رو سوگند میدیم به نفس صبح که پایان شب سیاه بشر را هر آنقدر که هست، اگر این سیاره نیمی تاریک و نیمی روشن هست و اگر ما سرگردانیم بین روشنی و تاریکی، سرانجام همه ما را خداوند به روشنایی ختم کند که ما امیدواریم به خالق امید. جناب صاحبی عزیز خیلی خوش آمدید، لطف کردید، زحمت کشیدید، سر قرار حاضر شدیم. سلام. اجازه میخوام یه قرار دیگه تنظیم کنم و اگر قبول بفرمایید سر قرار دیگه همدیگه رو ببینیم. انشالله تلاش کنیم سر قرار برسیم، قراری بسیار زیبا در همان دشتی که همه خوبان هستند، اونجا هم دیگه رو ببینیم، اونجا که همه با هم دوست هستن، همه با هم صمیمی هستن و سلامن سلاما دور هم هستن. احساس امنیت و آرامش بی حد و حصری که شما داشتین رو یک بار دیگه اونجا با هم تجربه کنیم. اگر موافق هستید با این قرار، تلاش کنیم برای رسیدن به قرار با رفتار درست، گفتار درست، با نیت‌های خوب و پاکیزه. موافق هستین آقا؟ انشالله. قرار بذاریم؟ انشالله. حتما. قرار ونیم؟ به قول خود آره همشهریای شما، قرار ونیم. شما هم تلاش بفرمایید سر این قرار زیبا با هم حاضر باشیم و بی قرار بمانیم تا وقت قرار. بسیار خوش آمدید. سلامت. صاحب عزیزم می‌فرماید جان ز ما خواهی محبت کن که روی گرم شمع در هلاک خود کند صاحب جگر پروانه را. جان ز ما خواهی محبت کن که روی گرم شمع پروانه را برای اینکه خود را هلاک کند به عشق شمع قانع می کند که صاحب جگر شود و شجاعانه جان دهد. جان ز ما خواهی محبت کن که روی گرم شمع در هلاک خود کند صاحب جگر پروانه را.
در سال نو محبوب حبیب باشید و در محبتش صاحب جگر. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی. اللهم رب شهر رمضان. ماه رمضان ماه تلطیف دل و جانه. این زندگی مادی، به خصوص زندگی ماشینی، روابط ما رو، درون ما رو، باطن ما رو، عملکرد ما رو از لطافت میاندازه. مثل چرخی که احتیاج به روغنکاری داره تا راحت بچرخه، تا سایش مضر نداشته باشه. ذکر و دعا در این ماه چنین نقشی رو ایفا میکنه، ما رو تلطیف میکنه، دلهامون رو، جانهامون رو. با تلاوت قرآن، با دعاهای شبانه روزی، با خود روزه، با شب قدر. شبکه 4، شبکه دانایی. ربنا